یک هلیکوپتر آپاچی اونجا حضور پیدا میکنه و 364 نفر رو میکشه. اسرائیل چرا همچین کاری کرد؟ اسرائیل نمیخواد دست برتر رو توی مذاکرات مبادله اسرا در اختیار حماس و نیروهای متخاصم قرار بده. در واقع یک اصطلاحی وجود داره: سرباز مرده بهتر از سرباز اسیره. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. عرض سلام ادب دارم خدمت شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه چارسوی دیگه در خدمتتون هستیم. قبل از اینه که بخوایم انشاءالله برنامه رو شروع بکنیم، ازتون میخوام یه ویدئویی رو با هم ببینیم تا در ادامه در خدمتتون باشم. خواهش میکنم. بله، این ویدئو رو با هم ببینیم. يتهم إسرائيل بأنها تتعمد قتل أسراها، لماذا قد تقوم بذلك؟ هذا قانون هانيبال، يعني لعدة. ابو عبیده، بله اینجا این خبرنگار در واقع میشه گفت مجری شبکه الجزیره است اگه اشتباه نکنم. تعمد قتل أسراها. میگه ابو عبیده اسرائیل رو به قتل اسرای خود متهم کرده. چرا اسرائیل چنین کاری میکند؟ خب کارشناس برنامه داره جواب میده. لماذا قد تقوم بذلك؟ هذا قانون هانيبال، يعني لعدة أسباب. أولا هي لا تريد أن يكون هناك أسرى بيد المقاومة الفلسطينية، لأنها ورقة ضغط على نتنياهو وعلى القيادتين السياسية والعسكرية. ومن جانب زیرا این برگ برنده‌ای برای فشار آوردن بر نتانیاهو و سران سیاسی و نظامی است. از سوی دیگر نتانیاهو نمی‌خواهد این برگ برنده در اختیار مقاومت فلسطین باقی بماند. ماجرا خیلی جالب شد. ادامه آخر نتنياهو لا يريد أن تكون هذه الورقة بيد المقاومة الفلسطينية، لأنه هو الذي يريد إطالة أمد القتال أطول فترة ممكنة، وهذه الورقة ربما تكون عائقا أمام نتنياهو، لأن هناك ضغوطات عليه، ضغوطات من الجبهة الداخلية، ضغوطات من المعارضة، ضغوطات حتى من مجلس الحرب. يعني گانتس و ایزنکوت. ببینید بچه‌ها، این اون اتفاقی که افتاد. بنی گانتس و ایزنکوت دائما نتانیاهو رو به خروج از ائتلاف دولت و شورای جنگ تهدید میکنن. خب همونطور که اطلاع دارید بنی گانتس و ایزنکوت از شورای ائتلاف جنگ رفتن بیرون. این فیلم تقریبا در واقع این ویدیو برمیگرده به اوایل ماهای اولیه جنگ. دائما وابدا وهم الآن يهددون نتنياهو بأنهم يعني سيخرجون من الائتلاف الحكومي ومن مجلس الحرب. فبالتالي أنا بتقديري نتنياهو وجالنت وحلفي الثلاثي الذي سيقدم للمحاكمة نتيجة إخفاقات. موضوع اصلی رو اینجا گفتن و ما میخوایم انشاءالله روی این موضوع در رابطه با این موضوع با شما صحبت بکنیم. هانیبال یا دستورالعمل هانیبال یا هانیبال دایرکتیو. اصلا هانیبال چی هست چی نیست و اصلا توی ارتش اسرائیل این دستورالعمل چه کار کردی داره و چه حادثه رو قرار رقم بذاره. هانیبال از اسم یک ژنرال و در واقع میشه گفت پادشاه کارتاژی گرفته شده در قرن در واقع میشه گفت 2 قبل از میلاد 181 قبل از میلاد در مواجهه با جمهوری روم. این ژنرال کارتاژی که محدوده شمال آفریقا، لیبی، موریتانی و نامیبیا و خدمتتون که عرض بکنم جنوب شبه جزیره عبری در ید امپراتوری فینیقیه حضور داشت، جنگ‌هایی رو با روم انجام میداد و بلای جان رومی ها شده و بعدها در یک سری درگیری هایی اونجایی که دیگه نهایتا دارن دستگیرش میکنن، قبل از اینه که دستگیرش بکنن یک سم مهلکی رو میخوره و خودش رو میکشه تا به دست دشمن نیفته برای امتیازگیری در برابر امپراتوری که ساخته بود خودش و هامیلکار پدرش. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که چرا اسم این هانیبال رو روی این دستورالعمل اسرائیل گذاشته. دستورالعمل هانیبال اصلا چی هست؟ از سال 1986 که در واقع میشه گفت اولین سالهای مبارزات مسلحانه گروه حزب الله لبنان با رژیم اشغالگر رقم میخوره،
یک دستورالعملی شکل میگیره به نام دستورالعمل هانیبال یا هانیبال دایرکتیو. سال 1986 در جلوی چشمان نیروهای IDF Israel Defense Force، نیروهای دفاعی اسرائیل، 3 سرباز IDF رو حزب الله لبنان به اسارت میگیره و باعث میشه که بعد از این ماجرا سر این مبادله این اسرا اسرائیل متحمل خسارت‌های بسیار بسیار زیادی بشه. از اون سال به صورت محرمانه یک دستورالعملی توی ارتش اسرائیل و زیر نظر IDF شکل میگیره که به دستورالعمل هانیبال معروف میشه. خودشون میگن هانیبال دایرکتیو، دستورالعملی بین نیروهای نظامی به عنوان سرباز و افسر و در واقع خود IDF ارتش اسرائیل، که اگر روزگاری توی درگیری هایی خودشون بهشون میگن ربوده شده، اینها اسیر شدن نیروهایی، افراد و سربازان ارتش اسرائیل این بر اساس این دستورالعمل این امکان رو داشته باشن که رباینده شدگان، یعنی نیروهای اسرائیلی که توسط گروه متخاصم مثلا حزب الله یا حماس دارن ربایش میشن یا به اسارت گرفته میشن، برای جلوگیری از امتیاز دادن در روند مذاکره ارتش اسرائیل امکان کشتن اون سرباز اسرائیلی رو داشته باشه. حادثه‌ای که تا سال 2004 بسیار بسیار سنگین و در واقع به صورت مخفیانه رقم میخوره و در سال 2004 در پی اخباری که منتشر میشه این مطلب رو میشه. الجزیره، شبکه الجزیره، یک مستند 45 دقیقه‌ای از سربازانی که و افسرانی که در نیروی در واقع ارتش این رژیم فعالیت میکردن و کار میکردن تهیه کرده و با اونها مصاحبه کرده و گفته این دستورالعمل شاید نانوشته باشه ولی قراردادی است بین نیروهای نظامی اسرائیل و در واقع میشه گفت خود ارتش اسرائیل و باید این عملیات رو انجام بدن. سال 2016 دوباره یک خبر میاد بیرون و نخست وزیر و در واقع میشه گفت وزیر دفاع و میگه این دستورالعمل تصحیح شده و اون شرایط گذشته رو نداره، در صورتی که روزنامه هآرتز و روزنامه یدیعوت آهارنوت چاپ اورشلیم و چاپ تل‌آویو عذرخواهی میکنن از این ماجرا پرده برمیدارن و میگن که هنوز این اتفاق داره رقم میخوره. چرا دارن این حرف رو میزنن؟ به چه علت؟ به علت اینه که توی حادثه 7 اکتبر و اون اتفاق طوفان الاقصی اسرائیل کماکان داره از این کار استفاده میکنه و اسرایی که توی اسرائیل حضور دارن میفهمن روند رفتار رژیم اشغالگر به چه شکله و بمباران هایی که داره توی در واقع میشه گفت غزه رقم میخوره. این بمباران ها نه تنها برای مردم غزه خطر آفرینه و هدفش به صورت کاملا هوشیار و هوشمندانه هدفش مردم غزه است، مردم فلسطینه و نیروهای حماسه، بلکه در یک سناریوی دیگه هدف این نیروها، هدف این بمباران ها خود اسرای اسرائیلی هستن. اتفاقی که باعث شده خانواده اسرا به شدت اعتراض کنن. حتی اخباری به گوش میرسه. اخیراً روزنامه هآرتز یک مقاله رو منتشر کرده که این مقاله با این عنوانه، من براتون این مقاله رو بیارم. بله خب این مقاله الان در واقع سایت The Cradle، من ترجمهش میکنم به فارسی. ببینید چی میگه. Israel admit، انگلیسی رو بخونم اول. Israel admits it killed its own at Nova Music Festival. یک جشنواره توی اون روز 7 اکتبر توی نزدیکی توی منطقه به نام رعیم در اینجا. ببینید این رعیمه، اگر این نوار غزه باشه این منطقه رعیمه.
در اینجا یک جشنواره موسیقی شکل گرفته. نیروهای حماس که از این مرزها به صورت پاراگلایدر حضور پیدا میکنن و مناطق سدیرود و نقاط مختلف رو مورد حمله قرار میدن، یکی از نقاطی که میرن برای گروگانگیری و در واقع اسارت گرفتن یهودیان و اشغالگرانی که اونجا حضور دارن توی این کیبوتس رعیم، این جشنواره بود و این جشنواره رو حضور پیدا میکنن و عده زیادی رو اونجا به اسارت میگیرن. حالا اینجا در سایت کریدل میگه چی؟ میگه که توی این جشنواره اسرائیل پذیرفت که خودش شخصا، ببینید اسرائیل اعتراف کرد که خود در جشنواره موسیقی نووا کشته است. حالا این در واقع میشه گفت ترجمه تحت لفظی که گوگل ترنسلیت داره انجام میده. اسرائیل بالاخره اعتراف کرد، پذیرفت it killed که خودش کشه it's on at Nova Music Festival، خودش ماجرای این اتفاقی که داره میفته. ببینید این اون فستیوالیه و خودش کشته. توسط چی؟ توسط یک هلیکوپتر آپاچی اونجا حضور پیدا میکنه و 364 نفر رو میکشه. و بالغ بر 7 ماه تا 8 ماه همه میگفتن که این ماجرا در واقع از دست حماس بوده. خب اسرائیل چرا همچین کاری کرد؟ اسرائیل نمیخواد دست برتر رو توی مذاکرات مبادله اسرا در اختیار حماس و نیروهای متخاصم قرار بده. در واقع یک اصطلاحی وجود داره، سرباز مرده بهتر از سرباز اسیره. این تفاوت اون نگرشیه که انسان رو یک موجود کامل میبینه و نگرشی که فقط و فقط انسان رو یک ابزار میبینه. خب ما توی ماجراها، توی جنگ تحمیلی خودمون، برای اون اتفاقی که افتاد توی خرمشهر، خب قبل از اینه که نیروهای نظامی ما سال 59 اوایل جنگ بود، یک دختر برهنه ایرانی رو اون ور شط آویزون کردن. ما نزدیک به 10-12 تا فقط کاماندو دادیم تا این اومد پایین برای یک جنازه. چرا؟ چون غیرت ایرانی اجازه نمیده که ناموسش بخواد اینجوری بالا سرش بره. 14 تا 15 تا کاماندو، 13 تا کاماندو رو دادیم، در واقع کلا سبزای نهایت بودن تا این بتونه این زن برگرده. حالا اسرائیل برای زنده هاش ارزش قائل نیسته. همونجوری که توی سخنان ابو عبیده هم مشخص بود، ابو عبیده میگه کشتاری که اسرائیل داره در واقع توی غزه رقم میزنه، هدف اول حماس، هدف دوم مردم غزه و هدف سوم اسرایی هستن که دست بالای مبادله رو توی مذاکرات در اختیار حماس قرار میده. همونطور که میدونید سال 2011 در پی اون ماجرای تبادل گیلعاد شالیت، اون سرباز افسر اسرائیلی با نزدیک به چند هزار فلسطینی، یکی از این کسانی که آزاد شد در کنار مابقی اسرای فلسطینی که آزاد شدن، مرحوم یحیی سنوار بود. یحیی سنوار کسی بود که 430 سال حبس گرفته بود، ولی بابت اسارت یک اسرائیلی خیلی از اسرا آزاد شدن و این شد اون کابوسی که اسرائیل مد نظرشه. اسرائیل دست به چنگ و دندون میزنه، در واقع میشه گفت دست به هر کاری میزنه، به هر ابزار و وسیله‌ای متوسل میشه تا بتونه خودش رو نگه داره. این قانون و قاعده‌ای که برای خودش در نظر گرفته و همین جایی که میبینید، حالا این کریدل داره اینو عنوان میکنه، این به نقل از گاردین و به نقل از نیویورک تایمزه. امروز ماجرای هانیبال یک ماجرای در واقع میشه گفت قدیمی یا غیر قابل باور در ارتش اسرائیل نیست. حالا بذار من یه متن دیگه از هارتز بخونم براتون. هارتز میگه هیچ وسیله نقلیه‌ای به غزه باز نمیگردن. ارتش اسرائیل در 7 اکتبر رویه هانیبال را برای غیر نظامیان اعمال کرد. اینو هارتز داره میگه. داخل جای دیگه یدیوت آهارونوت میگه قیمت خون دستورالعمل هانیبال زیر آتش. دستورالعمل هانیبال و پیامدهای خونین آن سالهاست که ارتش اسرائیل را آزار میدهد و اکنون خانواده‌های ربوده شدگان ادعا میکنند که اقدامات ارتش اسرائیل در غزه جان عزیزانشان را، اونها هم میدونن این بمباران‌ها چه اتفاقی رو قرار رقم بزنه. همه اینها با ماجرای غم‌انگیز در خانه
پسیکوهن که در 7 اکتبر تشدید می شود یک افسر ارشد آن را حکومت هانیبال نامیده است. بهش میگن هانیبال گاورمنت. پسیکوهن یک شخصی بود توی 7 اکتبر خونش منطقه در واقع میشه گفت اطراف غزه بود، یکی از این کیبوتسایی که حضور داشت و اسرائیل برای این که به دستش نیفته اون خونه رو باب تانک میزنه. یه یهودی بود و اینه که الان خانواده اسرای اسرائیلی نگران جان عزیزانشون هستن. الان ما کار نداریم از اون بعد غیر انسانی بخوایم نگاه بکنیم که اینها همه اشغالگر هستن، ولی نکته‌ای که هست اینها به جون اطرافیان خودشون رحم نمیکنن. بعد یه عده داخل مملکت هستن روی این امامزاده دارن دخیل میبندن و کشته مرده اسرائیل هستن، از آقایان سادات زیبا کلام گرفته تا قس الهازا. اسرائیل قده‌ای است که به هیچ کس رحم نمیکنه و رحم نخواهد کرد. ماجرای دستورالعمل هانیبال یا هانیبال دایرکتیو یک نمونه بسیار بسیار بالاست. شما هیچ جای دنیا هیچ ارتشی رو نمیبینید که چنین دستورالعملی رو بخواد برای خودش رقم بزنه. هیچ ارتشی رو نمیبینید. یعنی یک ماجرای کاملا نژاد پرستانه برای نگه داشتن بزرگی و سردمدار بودن توی یک قضیه است. تحت هر شرایطی باید خودش رو بالا نگه داره. و این اون اتفاقی که الان توی ارتش اسرائیل داره رقم میخوره. شاید دنیا نسبت به این ماجرا بخواد نگاه منفعلانه‌ای داشته باشه، ولی یادمون نره توی این جنگ وجودی اسرائیل دست به هر کاری میزنه و برای بقای خودش سعی میکنه همه کاری رو انجام بده. خب این یه برنامه دیگه‌ای بود از در واقع میشه گفت سری برنامه‌های چارسو. سابسکرایب و اون زنگوله پایین رو فراموش نکنید، ما رو حمایت بکنید در یوتیوب و انشالله امیدواریم که بتونیم برنامه‌های دقیق‌تر، زیباتر و قوی‌تری رو توی حوزه مسائل مربوط به منطقه خاورمیانه و کشور عزیزمون رو برای شما بسازیم. هدف ما آگاهی شماست. آگاهی شما آرزوی ماست. یا علی، خدا نگهدار.